نوروز در این صحنه چمن آمده است، با بوی گل و مشک سمن آمده است. نوروز رسد جمله جهان زنده شود، بزم و طرب و صوت وطن آمده است. ای دختر تاجیک چکن پوشی بکن، وقتی چکن و روزی چکن آمده است. و از اطلس زیبا که به بر کرده ای تو، آسایش و راحتی بدن آمده است. صد بیت و غزل در وصف نوروز خوانیم، چون در دل ما طری سخن آمده است. بلبل ز فراق یار چی ناله کنی، برخیز و نگر یار کهن آمده است. امروز جهان عید نوروز دارد، کریمی به نوروز وطن آمده است. دوستان عزیز سلام. سامانه پرس تیجی و یوتیوب کانال آن تصمیم گرفت که آزمون شعر نوروز در سامانه پرس تیجی را اعلان نماید. اشتراک در آزمون خیلی ساده است، یعنی سن و سال ماهیت ندارد. شما تنها توسط تلفن یا واسطه های دیگر یک شعر بلند مضمون را قرائت نموده به سراغ ما فرستید. برای غالبان آزمون 3 جای معین شده است. جای اول 1500 سومانی، جای دوم 1000 سومانی و جای سوم 500 سومانی. غالبان با 3 کتاب تازه نشر سرمحرر نشریه تاجیکستان شریف همدانپور مکافاتانیده می شود. غالب همان دانسته می شود که شعرهای قرائت نموده او در یوتیوب کانال پرس تیجی از همه آواز بیشتر پیدا کند. آزمون از اول ماه فوریه آغاز یافته تا 20 مارت سال روان ادامه می یابد. شتابید، غالبیت را به دست آورید و مکافات ها را صاحب شوید.